أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عرب، از علمی صرف، از کتابی صرفی میر 7 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 8 را از این کتاب صرفی میر به سمع شما برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی تقدیم و پیشنهاد بگردانم. پس درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب می گوید فصل اسم فاعل. پس درس امروزه ما و شما از اینجا از این فصل نو شروع می شود. صاحب کتاب می گوید فصل اسم فاعل از ثلاث مجرد بر وزن فاعلون آید غالباً. ببینید ما و شما در بیدان خوانده بودیم که اسم فاعلون بر وزن فاعل از ثلاث مجرد بر وزن فاعلون میاد، خلاص کلمه غالبا نبود. اما در اینجا به خاطر چی میگوید که اسم فاعل از ثلاث مجرد بر وزن فاعلون می آید غالبا؟ برای چی غالبا میگوید؟ یعنی معلوم می شود که غیر غالب دیگه وزن ها هم بوده است، اما غالب همین است که بر وزن چی می آید؟ بر وزن فاعلون می آید. پس دقت بدید، اسم فاعل 3 نمود هست. دقت بدید، اسم فاعل 3 نمود هست. یکم نامش اسم فاعل هست. اسم چی است؟ فاعل هست. این از ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید فرق دارد. ثلاثی مجرد وزنهای معین دارد که میخوانیم، ثلاثی مزید اسم فاعل وزنهای طریقه ساختن معین دارد میخوانیم. دویومش اسم چی میگن؟ صیغه مبالغهش میگن، یا اسم صفتی ببینید صفتی مشبهه. صفتی چی؟ مشبهه. صفت مشبهه همچنین اسم فاعل است، اما وزنش که فرق میکنه نامش صفت مشبهه است. و سیوم صیغه یا اسم مبالغه. ببینید صیغه مبالغه هم همچنین به معنای اسم فاعل هست، لیکن وزنهاش فرق میکنه، وزنهای معین است، در همین درس حاضر می آید. پس اونها را میگن صیغه مبالغه. دقت دادید، اسم فاعل، صفت مشبهه، صیغه مبالغه همشون چی هستند؟ همون معنای اسم فاعل را دارد. حاضر دقت بدید، در همین درس همین موضوع ها را وزنهاشون به چی وزنها می آید خواهیم خواند. اکنون دقت بدید، صاحب کتاب چی گفت؟ گفت که اسم فاعل از ثلاث مجرد بر وزن فاعلون آید غالباً. پس غالباً که گفت یعنی این را در نظر دارد، اما اینها دیگر چیز است. فقط اسم فاعلی که از ثلاث مجرد گفتیم که فقط انا همین را در نظر دارد، این باقی مانده هاش و از غیر ثلاث مجرد حالا در نظر ندارد غالباً. چون مانندی ما و شما از اول میدونیم که اسم فاعل در بدان خوانیم که 6 تا است. 3 تاش برای کی؟ برای مذکر. همین طور نبود؟ 3 تا برای مذکر بود و 3 تا دیگه برای کی بود؟ برای مؤنث. یعنی 3 تا مردانه داشتیم، 3 تا زنانه. اکنون مثلا طلب یطلبو اسم فاعل بر وزن طالبون می آید، زیرا که بر وزن فاعلون می آید، بر وزن فاعلون. پس طالبون یعنی یک شخص طلب کننده. اسم فاعلش مردانش می شود. دقت بدید، مردانش می شود طالبون طالبانی
طالبون، اینها همه صیغه های مردانه هستند. طالبون یک مردی طلب کننده، طالبان دو مردی طلب کننده، طالبون جمعی مردهای طلب کننده و مثل ضاربون ضاربانی ضاربون در بیدان خوانده بودیم. مؤنثش چی می شود؟ دقت بتید. طالبتون، طالبتون یک زنی طلب کننده، طالبتانی، طالبتانی دو زنی طلب کننده، دو زنی طلب کننده. جمعش چی میشد؟ طالبتون، یعنی زنهای طلب کننده. دقت دادید؟ این چیزی هست که ما در بیدان خواندگی هستیم، اما در اینجا یک گپی نوی دیگر میارد. این را میدانیم، گپی نو را دقت بتید. میگوید که چون طالبون، طالبانی، طالبون. دقت دادید؟ طالبون، طالبانی، طالبون. اکنون دقت به چی را زیاد میکند؟ طلبتون اکنون زیاد شد از چه که ما در بیدان خوانده بودیم. طلبتون، طلبتون، دیدید؟ طلبتون یک تا زیاد کرد و طلابون، طلابون دو تا زیاد کرد و سیومش طلبون، طلبون. دقت دادید؟ طلبون چند تا زیاد کرد؟ سه تا. اکنون اینها چی هستند؟ طلبتون طلبه های بچه های بسیار، طلابون طلبه های بچه های بسیار، طلبون طلبه های مردانه بسیار. هر سه این به همین معناست، هر سه باقی مانده به همین معناست. اما چرا این کار کرد؟ ما و شما در گذشته خوانده بودیم، در علم نحو بود که در درسای علم نحو که جمع در زبان عربی سه نمود می شود. جمع مذکر سالم در آخرش واو و نون همراه میکنیم طالبون، و جمع مؤنث سالم در آخرش الف ت قش میکنیم می شود جمع مؤنث سالم. اما سوم قسم بود جمع تکسیر. اینها همه جمع تکسیر هستند. اینها همه چی هستند؟ جمع تکسیر هستند. یعنی طلبتون طلبه های بسیاری مردانه. رنگ همین طالبون فقط این جمع مذکر سالم است، این جمع تکسیر است، این جمع تکسیر است، این جمع تکسیر است. هر سه اینها جمع تکسیر هستند به معنای طلبه ها است. دقت دادید؟ پس این فایده از این کتابی صرفی میر. اکنون میگه که طالبتون یک طلبه دختری، بگیم درخواست کننده زنانه، دو درخواست کننده زنانه، جمع درخواست کننده زنانه. ببینید این مفرد، این مثنی، این جمع مؤنث سالم. اما جمع تکسیرش چی می شود؟ جمع تکسیر دقت بتید می شود طوالبو. ببینید طوالبو می شود طوالبو. طوالبو یعنی چی؟ یعنی زنهای طلب کننده. به هر چه معنیش یک چیز است، زنهای طلب کننده. و این اکنون چی؟ جمع تکسیری طالبات. طالبات جمع مؤنث سالم است، این جمع چی شد؟ جمع تکسیر. اما آخرش برای چی به مثل اینها تنوین نگرفتن؟ ببینید ما در اینجا تنوین دادیم، نه؟ طلبتون، طلابون، طلبون، طالباتون. اما برای چی طوالبو تنوین نمیتیم؟ این چی است؟ غیر منصرف است. غیر منصرف را در علم نحو خواندیم که 9 چیز است، از جمله 3 تا که با یک علت که جایگاه دو علت را در بر میگرفت تنوین قبول نمیکرد، صیغه منتهی الجموع بود. پس این صیغه منتهی الجموع که هست از این حساب تنوین قبول نمیکرد. اما جمعش جمع چی است؟ نامش جمع تکسیر. این را در ذهنتون داشته باشید. پس فرقیت در همین کتاب همین رو ذکر کرد. اکنون پیش از اونه که در دیگر موضوع بگذاریم، مثلا داربون، داربانی، داربون. ببینید ضربتون، ضرابون، ضربون. اینها جمع چی شد؟
جمع تکسیرش. ضاربتون ضاربتون ضارباتون ضواربو ضواربو. هر وزن بیارین. قاتلون قاتلان قاتلون. قتلتون قتالون قتلون. قاتلتون قاتلتان قاتلاتون قواتلو. دقت دادید؟ جمع صیغه منتهی الجموع. خب اکنون ما از ثلاثی مجرد را وزن فاعلونش را اسم فاعل به وزن فاعلون که میاد گفت خلاص کردیم. اکنون میگذاریم در دیگر وزن، میگذاریم در اسم صفت مشبهه. اکنون صفت مشبهه را وزنهاش بیان میکند، دقت بتید. حالا دیگر احتیاج به این نداریم. دقت بتید که صفت مشبهه را چی طور بیان میکند. ببینید میگوید مثلا در اینجا می نویسیم که صفت چی؟ صفت مشبهه. صفت مشبهه. خب صفت مشبهه چی طور است؟ دقت بتید. میگوید که وگاه باشد بر وزن فعیلون. بر وزن چی می اومده صفت مشبهه؟ یکم وزنش وزن فعیلون. فعیلون این چی است؟ ترازو است. هم وزن این فعیل هم وزنش چی است؟ صاحب کتاب خودش میگوید که فعیلون آید چون شرف یشرفو، شرف یعنی بزرگ شد با شرافت شد، یشرفو بزرگ و با شرافت می شود. شرفن و شرافتن هر دین مصدر است، بزرگ شدن با شراف شدن. فهو شریفون، پس وی شریف است. شریف یعنی که انسان با احترام است. ببینید شریفون شریفون. دقت دادید؟ شریفون بر وزن چیه؟ فعیلون. پس شریفون صفت چی است؟ مشبهه. این یکم وزنش بود. این یکم وزن یعنی که به معنی اسم فاعل است گفتیم. شریف یعنی که انسانی با شرافت. اما فرقیت در اینها چی است و بین اینها چی است؟ این در علم نحو به تفصیل میخونیم. اسم فاعل یک انسان کار میکند، مثلا ضاربون یا آدمی زننده، این در اون میگن ثابت نیست، 2 دقیقه میزند بعدش خلاص زدن از او آدم گرفته میشود. اما صفت مشبهه در او آدم ثابت است. ثابت یعنی همیشه در او میماند. و مثل چی؟ شریفون. انسان شریف، انسان با احترام همیشه با احترام است. انسان با شرافت همیشه با شرافت است. دیگر وزناش ببینید. بر وزن فعلون نیز آید. دویم وزن چیه؟ فعلون. این چی است؟ ترازو. فعلون مانند چی؟ مانند دقت بتید. حسن یحسن حسنا فهو حسن. حسن یحسن حسنا فهو چی؟ حسنون. انا من حسنون صفت چیه؟ صفت مشبهه. حسنون بر وزن فعلون صفت مشبهه. یعنی چی؟ حسن زیبا شد، یحسن زیبا می شود، حسنا زیبا شدن این مصدر است. فهو حسنون پس وی زیبا است. ببینید حسنون صفت مشبهه است. ما گفتیم صفت مشبهه در اون انسان ثابت میماند. دقت دادید که انسانی که زیبا هست همیشه زیبا است. همین طور نیست؟ زیبا همیشه زیبا است. این طور نیست که 2 دقیقه زیبا باشد بعد از اون باز از زیبایی ببراید. اما متاسفانه امروز بعضی چیزهای برآمده است برای زنها که هر دقیقه تغییرشون میده. پس اون زنها حسنون نیستن، اونها صفت مشبهه نیستن، اونها فریب و دروغ و نیرنگ. به هر صورت خب و بر وزن فعالون میگه همچنین میآید. دقت بتید. سوم وزنی که میآید بر وزن چیه؟ فعالون. بر وزن فعالون میآید سوم وزن. و چهارم وزنی که میآید بر وزن چی میآید؟ وزن را دقت بتید. بر وزن چهارم وزن بر وزن فاعلون میآید. فاعلون. و پنجم وزنی که میآید بر وزن چی میآید؟ و پنجم وزن بر وزن فعلون میآید. فعلون. دقت بتید. فعلون بر وزن فعلون. حالا فقط ترازوش گفته است. و ششم وزن بر وزن فعولون میآید. و وزن ششم بر وزن چی میآید؟ فعولون. دقت دادید؟ فعولون. اینها ترازو هستند. و همچنین بر وزن فعالون میآید. هفتم وزن بر وزن چی میآید؟ فعالون.
دقت دادید؟ فعال. پس انا همین قدر وزن قطعی چی می آمده است؟ صفت مشبهه. مانند اکنون واضح ترازو را که گفتک اکنون موزون ها را میگد مانندی مثلا فعالون مانندی جبانون. دقت بتید جبانون بر وزن چی؟ فعالون. پس جبانون یعنی بزدل، انسان ترسانچک. انسان ترسانچک را فعالون میگن. جبانون بر وزن فعالون صفت مشبه است. انسان ترسانچک همه وقت ترسانچک میماند. این تا نیست که با یک زمان بغیرت شود. همه وقت چی میماند؟ ترسانچک میماند. از این حساب ما گفتیم که صفت مشبه یعنی در اون انسان ثابت است، همه وقت میماند. این را میگن صفت مشبه. خب دوم وزن فاعلون به مانند چی؟ خشنون. دقت بتید خشنون یعنی انسان درشت، انسان بگیم ناخوش معامله خوب ندارد. انسان درشت را خشن میگن. پس خشنون همه وقت خشن است. انسانی که معامله خوب ندارد همه وقت به معامله خوب ندارد. پس این بر وزن چی است؟ فاعلون صفت مشبه است که همیشه در اون آدم ثابت مانده است این معنا. خب بعد از این فعلون بر وزن مانند صعبون. دقت بتید صعبون بر وزن چیه؟ فعلون. صعبون یعنی که دشوار، سخت. چیزی سخت همه وقت چی است؟ سخت و دشوار است. پس صفت چی است؟ مشبهه. و بعد از این فعول بر وزن هم وزن چی است؟ ذلول. فعول بر وزن چی است؟ ذلول. یا ذلول بر وزن چی است؟ فعول. این ترازو است، این موزون. ذلول یعنی رام. مثلا میگیم حصان ذلول یعنی که اسبی رام. حصان ذلول اسبی چی؟ رام. یا هر چی که رام است یعنی که دیوانگی نمی کند، آرام هست، او را ذلول میگن. پس ذلولون همچنین چی است؟ صفتی مشبهه است. زیرا که اسبی که یا هر حیوانی که رام باشد همیشه رام باقی میماند. و همچنین یک وزن دیگر که بر وزن چی است گفت؟ بر وزن فعالون هست. در اینجا وزن فعالون رو در پایان ذکر کرده است. کسی که این کتاب رو دارد در پایان فعالون بر وزن چی است؟ هم وزن شجاعون. ببینید شجاعون بر وزن چی است؟ فعالون. پس شجاع انسان با غیرت، انسان شجاع، انسان با غیرت. پس شجاعون همچنین چی است؟ صفت مشبهه است، برعکس جوان، بزدل، ترسانچک. اما شجاع انسان با غیرت. پس شجاعون همچنین صفت مشبهه است، گفتیم که ثابت است در اون انسان. و یک وزن دیگر میارد و بر وزن فعلانون، هشتم وزنی که صاحب کتاب میر میارد، بر وزن فعلانون. دقت دادید؟ فعلانون مانند چی؟ هم وزن چی است؟ هم وزن رحمان. یعنی موضوعش رحمانون. پس رحمان صفت چی است؟ صفت مشبهه. رحمان یعنی بسیار بگم انسان رحم کننده. رحمان معنیش چی است؟ رحم کننده. پس رحمان صفت چی است؟ صفت مشبهه است. صفت مشبهه بر وزن چی است؟ فعلان. و هر چی بر این وزن ها آمده است آن را مشبهه خوانند. خود صاحب کتاب هم گفت که هر وزنی که ما از همین وزن ها، غیر از این دیگر وزن ها هم هست، اما در اینجا همین قدرش آوردگی است. در کتاب‌های بعدی که رفتید ان شاء الله بعد باقی مانده وزن ها را میخونید. اما یکمین بار که صفت مشبهه را که میخونید، پس این 8 وزن از یاد کنید که این 8 وزن چی است؟ وزن صفت مشبهه است. و صفت مشبهه میگه و هر چی بر این وزن ها آمده است آن را مشبهه خوانند، یعنی صفت مشبهه میگویند انا همین وزن ها را. پس این بود صفت چی؟ صفت مشبهه. اکنون میگذاریم به فصل نو. فصل
بدون که صیغه فعالون. ببینید اکنون ما اسم فاعل را از ثلاث مجرد شو فقط تنها خلاص کردیم و صفت مشبهه را همچنین خلاص کردیم. میگذاریم به صیغه مبالغه. پس اینجا را خالی میکنیم برای چی؟ صیغه مبالغه. برای صیغه مبالغه را بیان کردن. ببینید صیغه مبالغه. صیغه مبالغه همچنین گفتیم یکی از اسم های چی است؟ فاعل هست. صیغه مبالغه. صیغه مبالغه. صیغه مبالغه همچنین یکی از به معناهای اسم فاعل است، اما وزن هاشون که فرق میکند و معنی هاشون هم کمی فرق میکند. چطور گفتیم اسم فاعل مثلا ضاربون، یک زننده 2 دقیقه میزند خلاص بعد از این میرود، ثابت زدن در اون آدم ثابت نیست. اما صفت مشابه گفتیم در اون ثابت است و مثلا جبان ترسانچک، یا مثلا شجاع انسان با غیرت. ترسانچک و با غیرت انسان دائمی است، این توانست 1 دقیقه باشه 1 دقیقه نباشد. اما صیغه مبالغه چی؟ صیغه مبالغه همچنین اسم فاعل است اما معناش زیادتر می شود. از میبینیم چی میگه. ببینید میگه که فصلون بدون که صیغه فعالون. اکنون وزن هاشه دقت بدید. یکم وزن اول چی بوده است؟ فعالون. دقت دادید؟ فعالون صیغه مبالغه است. میگه که صیغه فعالون مبالغه را بود در فاعل چون رجل ضرابون. یعنی در فاعلون یعنی که از به معنای همین فاعلون هست. لذا گفتیم اسم فاعل هست. هر سه اینها اسم فاعل است، فقط وزن هاشون و کمی معنی هاشون فرق میکند، اما اسم چی است؟ فاعل هست. ببینید چی میگه. میگه که چون رجل ضرابون. ببینید ضرابون بر وزن چی است؟ فعالون. ضرابون پس معنیش میشه که بسیار زننده. دیدید؟ پس صیغه مبالغه را معنیش بسیار، یعنی زیادتر از همون چیزی که هست زیادتر. مثلا حاضر من بگم که دقت بدید، من میگم که رجل ضاربون. مثلا ضاربون یعنی یک مردی زننده میزنه، یک شپلاق 2 شپلاق 1 تا 2 تا میزنه خلاص. اما بگم که رجلون، دقت بدید، رجلون ضرابون بگم چی؟ ضرابون مردی بسیار میزدگی. دقت دادید؟ رجلون ضاربون مردی که زننده است اما 1 تا 2 تا میزند یا 1 دقیقه 2 دقیقه میزند خلاص. لیکن رجلون ضرابون باشد مردی که بسیار میزند، بسیار زننده. از این حساب میگه که چون رجلون ضرابون و امرأة ضرابون. پس معلوم شد که از این صفت مبالغه مذکر و مؤنث ندارد، همش یک وزن قطعی می آید. مثلا ضراب نمیگیم فقط برای مرد است، برای مذکر است، نه. مثلا میشه بگم رجل ضرابون، میشه بگم که امرأة ضرابون، یعنی در آخرش ته همراه نمیکنم. چرا؟ زیرا که صیغه مبالغه مذکر و مؤنث ندارد. خب این یک فایده خوبه که صاحب کتاب میگوید که امرأة ضرابون مذکر و مؤنث در وی یکسان است. پس گفتیم چطور گفتیم که مذکر و مؤنث ندارد. صیغه مبالغه همه وزنهاش مردانه و زنانه ندارد، همش چی است؟ همش یکسان است، یک خیله است. و فعول نیز مبالغه را بود. اکنون وزن دوم وزن چی است؟ فعول. دقت دادید؟ فعول مانند چی؟ مانند طلوبون. ببینید طلوبون. پس طلوبون بر وزن چی است؟ فعولون. طلوبون یعنی بسیار طلب کننده. پیشتر گفتیم که آدمی که یک بار طلب میکنه چی میگم؟ طالبون، یک بار طلب کننده. اما وقتی که میگه طلوبون یعنی بسیار طلب کننده،
چرا؟ زیرا اینکه طلوب بر وزن فعول است. فعول صفت چی است؟ مبالغه است. از این حساب میگیم الله غفور است، یعنی بسیار بخشنده است، بر وزن فعول. غفور بسیار بخشنده. زیرا که غفور همچنین صفت اسمی چی است؟ اسم مبالغه، صیغه مبالغه. خب فعول نیز مبالغه را بود، چون رجل طلوب. رجل طلوب یعنی مردی بسیار طلب کننده. و امرأة طلوب، همچنین امرأة طلوب زن بسیار طلب کننده. چطور گفتیم در صیغه مبالغه مردانه و زنانش فرق نمی کند. و گاه باشد که تا زیاده کنند برای زیادتی مبالغه، چون رجل علامتون. ببینید سیوم وزن فعالتون. فعالتون. ببینید فعالتون همین وزن است، نه در آخرش فقط چی دارد؟ یک تا ت دارد. نباشه همین وزن است. ببین فعالون، فعالتون. ببینید فعالتون. اکنون چی میگوید؟ میگوید که مانند و هموزن چی؟ هموزن علامتون. 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 فعالتون موضوعش چیه؟ علامتون. علامه یعنی انسان بسیار داننده. چطور میگیم؟ علامه فلانی. علامه فلانی گفتم مثلا میگیم یعنی که بسیار داننده، بسیار عالم. مثلا عالم فلانی یعنی که عالم اسم فاعل است. اسم فاعل بر وزن فاعلون یعنی داننده، اما یکون چیز زیادتی ندارد. لیکن صیغه مبالغه در برای چی میشود؟ علامتون. علامتون بر وزن فعالون فقط یک ت زیادتی دارد. ت زیادتی دارد، اما این ت به معنای زنانه بودن نیست. مثلا میگم که رجل علامتون. رجل علامتون یعنی مردی بسیار داننده. همچنین میتونم بگم که امرأة علامتون. امرأة علامتون. زن رو همچنین چی میگم؟ امرأة علامتون میگم. چرا؟ زیرا که این ت برای زنانه بودن دلالت نمی کند. این ت در خودی اسم صیغه مبالغه میاد برای زیادتی نشان دادن است. برای زیادتی نشان دادن است. از این حساب ما میگیم که این ت را در همه جا دیدید، نمیگیم که ت زنانه یا ت دلالت به زنانگی میکند. نه، در بعض جایها دلالت به زیادتی معنا میکند یا دیگر معناها که در کتاب‌های ادبیات عرب ذکر میشود. خب رجل علامتون و امرأة علامتون صاحب کتابم آورده است. مردی بسیار دانا و زنی بسیار دانا. لیکن مثلا بگم که رجل عالمون بر وزن بگم یک مردی عالم یا مردی دانا. یا امرأة عالمتون میگم اگر به این وزن باشد، زیرا که امرأة زن است، عالمتون یعنی یک زنی دانا. اما وقتی که ما صیغه مبالغه میاریم میگیم رجل علامتون، امرأة علامتون یعنی زنها، مرد یا زنی بسیار داننده. و رجل و چهارم وزن دقت بتید، چهارم وزن بر وزن چیه؟ فعول. فعول. فعول بر وزن چی است؟ فعولتون بر وزن و رجل فعولتون. دقت بتید، فعولتون. این فعولتون همین فعولون هست، فقط در آخرش چی همراه کرده میاد؟ ت. ببینید فعولون، فعولتون مانند چی؟ فروقتون. دیدید فعولون هم وزنش چی بوده است؟ فروقتون یعنی زن بسیار فرق کننده. معذرت میخوام، فروقتون بسیار فرق کننده. اما این ت گفتیم برای چی در آمد؟ برای مبالغه، زیاد نشان دادن. انا همین وزن است، فقط در آخرش یک ت دارد. دقت داده؟ این وزن بالایی بود، وزن یکم. این چهارم وزن چی است؟ وزن دوم، فعولون. خب مثلا میگم که رجل فروقتون.
مردی بسیار فرق کننده، مردی بسیار فرق کننده. امرأتون فروقتون، یا میگم امرأتون فروقتون، زنی بسیار فرق کننده. دقت دادید؟ مرد و زنانه چطور گفتیم که در صیغه مبالغه فرق نمی کند. خب بعد از این و مفعال و مفعیل و فعیل نیز مبالغه را بود. اکنون مفعال وزن بعدیش وزن پنجم، مفعال مفعال، دقت بدید، مفعال. وزن ششم، وزن ششم چی است؟ مفعال مفعیل، مفعیل مفعیل. و بعد از این فعیل، هفتم وزن، وزن چی است؟ فعیل، فعیل، فعیل وزن هفتم نیز مبالغه را بود. میگه این سه وزن دیگر هم که میبینید اینها هم برای چی هستند؟ برای مبالغه هستند، برای صیغه مبالغه است. اما برای صیغه مبالغه است مذکر را بود، مبالغه را بود. مذکر و مؤنث در او یکسان است، چون رجل مفضال مفعال میشود چی؟ مفضال. دقت بدید، مفضال، مفضال از فضل گرفته گست، یعنی بزرگوار، بزرگ. مفعال مفضال پس بزرگ، بسیار بزرگ. پس میگم رجل مفضال یعنی مرد بسیار بزرگ با فضل. امرأة مفضال زن بسیار بزرگ. چطور گفتیم مردانه و زنانش در صیغه مبالغه یک می باشد. و همچنین صاحب کتاب میگوید که رجل مفضال یعنی مرد بسیار بزرگ و امرأة مفضال و زن بسیار بزرگ. و بر وزن مفعیل مانند چی؟ مانند منطیق. ببینید، منطیق، منطیق، منطیق یعنی بسیار گپ زننده. صیغه مبالغه بسیار گپ زننده را چی میگن؟ منطیق. مثلا مفضال اگر بر وزن ضاربونش بگیرم میگم فاضل، رجل فاضل، مرد بزرگ. لیکن میخوام بگم که مرد بزرگتر، بسیار بزرگ، میگم رجل مفضال، با صیغه مبالغه قطعی، مرد بسیار بزرگ. منطیق بسیار گپ زننده، مثلا میگم رجل منطیق، مرد بسیار گپ زننده. امرأة منطیق، زن بسیار گپ زننده. اما بگم که زن گپ زننده، مرد گپ زننده چی میگم؟ رجل ناطق، مردی گپ زننده. بسیار نمیگویم. چرا؟ زیرا که از اسم فاعل بر وزن فاعلون این دلالت بر زیادتی نمیکند. یا مثلا زن باشد میگم که امرأة ناطقة یا فاضلة، آخرش چی میمونیم؟ ت میمونیم. برای بر وزن فاعلون باشد مردانه و زنانش فرق میکند. اکنون میگوید که رجل منطیق، مردی بسیار گپ زننده. امرأة منطیق، زن بسیار گپ زننده. و رجل شریر، ببینید هشتم وزن، وزنی معذرت میخوام درجه فعیل مونده است. بله، فعیل به مثل چی؟ شریر، شریر، شریر این چی است؟ اسم صیغه مبالغه است. شریر، شریر معنیش مردی بسیار بد. مثلا رجل شریر، مردی بسیار بد. امرأة شریر، زنی بسیار بد. ببینید فرقیت رو. بد یعنی صیغه چی است؟ مبالغه. چطور گفتیم مردانه و زنانش فرق نمی کند. خب رجل شریر، مردی بسیار بد و بسیار شر. و امرأة شریر، و زن بسیار بد. و همچنین بر وزن فعالون هم هست. میگد هشتم وزن، هشتم وزن وزن چیه؟ فعالون. دقت بدید، فعالون، فعالون، فعالون از صیغه چه؟ مبالغه است. از صیغه به مثل چی؟ به مثل طوالون، طوالون. ببینید طوالون، طوالون
یعنی مردی بسیار قد بلند. طوال یعنی قد بلند، بسیار دراز، از طویل گرفته گیاد. طویل صفت مشبهه است. وقتی که ما میخوایم بگیم که بسیار که مبالغه کنیم در اسم فاعلیتش، یعنی که زیادتی نشان بدیم، پس طویله میگیریم طوالش میکنیم، میشود بسیار دراز. دقت دادید؟ مثلا رجل طوال، مردی بسیار دراز. امرأة طوال، زن بسیار دراز. اما بگم مردی دراز، میگم رجل طویل، مردی دراز. امرأة طویلة، زنی دراز. بسیار در اون نیست. خب فعال نیست مبالغه را بود، چون رجل طوال، رجل طوال، مرد بسیار دراز. امرأة طوال، زن بسیار دراز. پس این هست صیغه مبالغه. با همین فصل صیغه مبالغه با آخر رسید. اکنون بگذاریم در فصل نو. پیش از اون که به فصل نو بگذاریم، پس شما از صیغه های مبالغه در اینجا فقط 8 تاش را آورد، یا میتونه بگیم 6 تاش رو. این دو تا در این ماه بمونید، فقط در آخرشون ت ماندگی است و خلاص. 6 وزن رو در اینجا آورد و این 6 تا را زیاد کنید و در دیگر کتابو با بعضی وزن هایی که می آید اونها را علاوه ذکر میکند. خب با همین اسم فاعل از ثلاثی مجرد و از ثلاثی مجرد به آخر رسید. اما صاحب کتاب اسم فاعل از غیر ثلاثی مجرد را یا در فصل بعدیش می آورد. در فصل بعدیش درباره اسم فاعل از ثلاثی مزید، بله اسم فاعل از ثلاثی مزید را در این کتاب حالا در این فصل ذکر میکند. اما در فصل که حالا ما خلاص کردیم، در این جده اسم فاعل از غیر ثلاثی مجرد می شود گفتیم، اون را ذکر نکرد. اما ما و شما از کتاب بدان از 22 باب صرفی می دانیم که اسم فاعل از غیر ثلاثی مجرد از فعل مضارع معلوم گرفته می شود. مثلا یکرمو، ببینید یکرمو میخوایم اسم فاعلش بگیریم، چیکارش میکنیم؟ حرف مضارعت رو میگیریم، در جاش یک میم مضمومه میمونیم، ما قبل آخر اگر کسره نباشه کسره میکنیم، آخر تمیم میشه مکرمون، میشه اسم فاعل از غیر ثلاثی مجرد. ببینید اسم فاعل از غیر ثلاثی، مثلا استخرج یستخرج، اسم فاعلش چی میشد؟ مستخرجون. دحرج یدحرج، اسم فاعلش مدحرجون. اقشعر یقشعر، اسم فاعلش مقشعرون. دیدید؟ آن همین طور اسم فاعل از غیر ثلاثی مجرد که حالا بعداً در این فصل بیانش میکند. خب فصل صیغه مبالغه را همچنین به آخر رساندیم. میگذاریم در فصل نو. اسم مفعول از ثلاثی مجرد بر وزن مفعولون آید. ببینید اسم مفعول میگد از ثلاثی مجرد بر وزن چی می آید؟ بر وزن مفعولون می آید. پس دقت بدید اسم مفعول رو، اسم مفعول، ما حالا اسم فاعل رو از ثلاثی مجرد رو خلاص کردیم، ثلاثی مزید رو بعدتر ذکر می. اسم مفعول میگه بر وزن چی می آید؟ مفعولون. ببینید مفعولون. هر ثلاثی مجرد را بیار به همین وزن بمون. مثلا ضرب یضرب، اسم مفعولش چی می شود؟ مضروبون. نصر ینصر منصورون. فتح یفتح مفتوح. حسب یحسب محسوب. منع یمنع ممنوع. دیدید؟ همش به همین وزن می آید. اسم ثلاثی مجرد میگوید که چون مضروب، مضروبان، مضروبون تا آخر، یعنی که 6 صیغه که اسم مفعول می شود، یعنی مضروب، مضروبان، مضروبون، مضروبتون، مضروبتان، مضروباتون، همین 6 تا میگه تا آخرش خودت بیانش کن. پس این بود اسم چی؟ اسم مفعول از ثلاثی مجرد. اکنون باز میگردیم با اسم فاعل. با اسم فاعل، زیرا که ما در اینجا اول ثلاثی مجرد رو گرفتیم، مجرد. ثلاثی مزید رو اکنون میگیریم. ثلاثی مزید میبینیم که ثلاثی مزید اسم فاعلش چی رنگ میشود. دقت بدید، اسم ثلاثی مزیدی اسم فاعل میگه که
فصلون یعنی فصل نو. اسم فاعل از ثلاثی مزید فیه و از رباعی مجرد و مزید فیه چون فعل مستقبل معلوم آن باب باشد چنانه که میم مضموم به جای حرف استقبال نهاده شود. اکنون دقت بتید، این بسیار آسان هست. این ما در بیدان و در 22 باب صرفی بارها تکرارا خواندگی هستیم. مثلا میگه که اسم فاعل از ثلاثی مزید فیه، بیا یک ثلاثی مزید فیه بنویسیم. اکرم فعل مضارعش چی میشود؟ یکرمو. دقت بتید، یکرمو، این یک تا یکرمو. و با یک تا دیگر بنویسیم، مثلا تباعد یتباعد، یتباعد. اینها هر دوش باب های چی هستند؟ ثلاثی مزید هستند. این بابی هفتم، این بابی 14 ثلاثی مزید هستند. خب ثلاثی مزید فیه و از رباعی مجرد یک تا دیگر رباعی مجرد می نویسیم. مثلا دحرج یدحرجو، یدحرجو رباعی مجرد باب 19. و مزید فیه و رباعی مزید فیه مانند تدحرج یتدحرجو، دقت دادید؟ یتدحرجو. پس این برای دو تا برای ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد یدحرجو برای رباعی مجرد، یتدحرجو برای رباعی مزید. اکنون چیکارش میکنیم؟ دقت بدید. میگوید که چون فعل مستقبل معلوم آن باب باشد. اکنون بگه اسم فاعل مانند فعل مستقبلی، فعل مضارعی همین باب ها می شود. همین باب ها را فعل مضارعش بری می شود. چی کارش میکنیم؟ دقت بدید. کاری که ما میکنیم، دقت بدید کار ما چی است. میگوید که فعل مستقبل معلوم آن باب باشد چنانکه که میم مضمومه به جای حرف استقبال نهاده شود. حرف استقبال است نه، ایرا میگه بگیر، میگه در جاش حرف چی بمون؟ میم مضمومه. این میم مضمومه است. دیدید؟ میم مضمومه میمونیم. در همش همین کار میکنیم. یا را میگیریم در جاشون میم مضمومه میمونیم. قاعده بدون بیا استفاده بریم. میگه که اسم فاعل از غیر ثلاثی مجرد از فعلی مضارع معلوم گرفته شود با کسر کردن، ایرا بعدتر از بیان میکنه صاحب کتابم، با کسر کردن ما قبل آخر و با میم مضمومه با جای حرف مضارعت. میم مضمومه همچنین میم چی؟ میم مضمومه. باز هم در این شم میم چی؟ میم مضمومه. دقت دادید؟ حالا یکم کار کردیم، ما میم مضمومه را آوردیم. ما قبل آخر مکسور گردد. ما قبل آخر نگاه که کسره دارد به حال خودش می ایستد. اینجا چی های فتحه است، این را بگیریم کسره میکنیم، زیرا اینکه اگر فتحه باشه کسرهش میکنیم. از رباعی مجرد میبینم آخر ما قبل آخر پیش از آخر کسره است به حال خودش می ایستد. از رباعی مزید نگاه میکنیم پیش از خودش فتحه است، فتحهش هم میگیریم چی میمونیم؟ کسره. دیدید؟ دویم کار میگه که و اگر مکسور نباشد کسره میکنیم. مکسور باشه چطوره که مکرمون، مدحرجو، ریا هر دوشان کسره که هسته به حال خودش می ایستد. خب می شود مکرمون و مدحرجون و متدحرجون. اکنون آخر را ما چی میتیم؟ تنوین میتیم. اینا تنوین تمکین میگن، آخرش تنوین داده می شود. پس می شود چی؟ حالا شد اسمی فاعل. مکرمون، متباعدون، مدحرجون، متدحرجون. اینها اسمی چی هستند؟ اسمی فاعل. اکنون اسم فاعل به آخر رسید. میگیریم اسم مفعول رو و اسم مفعول چون فعل مستقبل مجهول آن باب باشد. مثلا ما میخوایم اسم مفعول بگیریم، از مجهول میگیریم.
یکریمو معلوم بود، مجهولش چی می شود؟ دقت بتید، یکرمو. متباعدون یتباعدو مجهولش بود، یتباعدو مجهولش بود، معلومش بود، مجهولش چی می شود؟ یوتبا. یو حرف مضارعت رو دم میکنیم، یتباعدو، تباعد یتباعدو. ببینید یتباعدو، بس تباعد یتباعد مشکل ندارد. یتباعدو این مجهولش است و میخواهیم از باب یدحرجو مجهولش چی میشود؟ یدحرجو. ببینید یدحرجو، تتدحرجو را مجهولش چی میشود؟ یا که یوتا دحرجو. ببینید یتدحرجو. حالا اینها معلوم است، فعل ماضی را و اسم فاعل را از معلوم گرفتیم. اینها فعلایی که هستند مجهول هستند. اکنون میخوایم اسم مفعول بگیریم. چیکارش میکنه؟ میگه اسم مفعول چون فعل مستقبل مجهول آن باب باشد. همه فعل‌ها چید؟ مجهول. چنانه که میم مضمومه به جای حرف استقبال نهاده شود. ببینید میم مضمومه به جای حرف استقبال میمونیم. به مثل همین ها میم مضمومه، این حرفای مضارعت رو میگیریم، همه‌اش رو در جایهاش رو چی میمونیم؟ میم مضمومه. میم مضمومه. دیدید در اولشون میم مضمومه موندیم. اکنون و میم مضمومه به جای حرف استقبال نهاده شود و ما قبل و آخر مفتوح شود. ما قبل و آخر را ببینید همشون خودشون چی است؟ مفتوح هستند. ما قبل و آخر چی شد؟ مفتوح، یعنی که فتحه دارند. اگر فتحه نداشته باشن ما فتحش میکنیم، لیکن در مجهول چی دارن؟ فتحه دارن. پس در آخر به مثل این تنوین چی میاریم؟ تنوین تمکین. تنوین تمکین میمونیم، میشه اسم چی؟ اسم مفعول. میشه اسم مفعول. دیدید؟ مکرمون، متباعدون، مدحرجون، متدحرجون. شد اسم چی؟ اسم مفعول. از این حساب صاحب کتاب میگه که مکرمون و مدحرجون و متدحرجون و مجموع این دانسته شود ان شاء الله تعالی. و مجموع این میگه همه این دانسته می شود ان شاء الله، که در آینده ها در این کتاب در دیگر کتاب ها دانسته می شود. اما ما و شما را می دانیم. گپ بدون بهتر و خوبتر است، زیرا که در بدون ما گفتیم که اگر میخوای اسم فاعل بگیری از غیر ثلاثی مجرد، حرف مضارعت را میگیری میم مضمومه مونی و ما قبل و آخر را کسر میکنی در اسم فاعل. و در اسم مفعول گفتیم حرف مضارعت را میگیری میم مضمومه مونیم، ما قبل و آخر را فتح میکنیم. فقط یک کلمه. دیدید؟ مثلا مکرمون اسم فاعل، مکرمونش که چی میشود؟ اسم مفعول میشود. متباعدون اسم فاعل، متباعدونش که اسم چی میشود؟ اسم مفعول میشود. مدحرجون اسم فاعل، مدحرجونش که اسم چی میشود؟ مفعول میشود. متدحرجون اسم فاعل، متدحرجونش که اسم چی میشود؟ مفعول میشود. دیدید؟ یک حرکت فقط اسم فاعل رو به اسم مفعول برد. یک حرکت اسم فاعل رو به اسم مفعول برد. دیگر در نوشتن حرفاش همش یک رنگ میشه، فقط یک حرکتی اخیرش فرق میکنه خلاص. پس این هست اسم مفعول از باب ها. اما دو باب یا سه باب هست که اسم فاعل گرفتنش کم ترک مشکل است که در 22 باب صرفی گفته بودیم. مثلا احمار یک احمر، یحمر می شود، نه یحمر فعل مضارعش یحمر. پس از یحمر ما میخوایم اسم مفعول بگیریم، اسم فاعل بگیریم. چیکارش میکنیم؟ یکمی کاری که میکنیم فک ادغام میکنیم، ادغام هم میکشویم، میشود که یحمری رو. دیدید؟ یحمری رو،
یکمین کار. و این یا را میگیریم در جاش چی میمونه؟ می مضمومه میمونیم. می مضمومه در جای یا می مضمومه را میمونیم، میشود محمرون. اسم چی؟ مکرمون. محمرون مقابل آخر کسر مانند اینها اسم فاعل شد. اما اگر که اسم فاعل شد پس با میگیریم چیکارش میکنیم؟ ادغام میکنیم، میشود که محمرون. دو تاره را یک تا میکنیم میشود محمرون. اسم چی است؟ اسم فاعل. و اسم مفعول هم به مثل همین است، فقط ما قبل آخر را در جای این میم مضموم را میمونیم، ما قبل آخر کسره که است فتحه میکنیم، میشود که محمررو محمررون. و ادغامش میکنیم میشود محمرون. پس محمرون هم اسم فاعل است هم اسم مفعول هست. دقت دادید؟ هم اسم فاعل است هم اسم چی است؟ مفعول هست. به مثل همین بابی مثلا ما بابی 18 این بابی چند بود؟ 12. یحمارو بابی 18 میخوایم اسم مفعول کنیم، اولین کار میکنیم چی؟ فک ادغام. ادغامش هم میکشیم میشود که یحماری رو. دیدید؟ یحماری رو. اکنون این یا حرف مضارعت است، یا را میگیریم در جاش میم مضموم میمونیم میشود محمری رو. مقابل آخر کسره کس میسته. و برای ادغام کردن این را چیکار میکنیم؟ یک ری را میگیریم اینجا میشود محمارو. دقت دادید؟ محمارو اسم چی؟ فاعل. اسم مفعول هم به مثل همین است، فقط دو ری بود، یکم ری کسره، یکم ری را چیکار میکنیم؟ فتحه میتیم. کسرهش هم میگیریم فتحه میتیم میشود چی؟ محماررو اسم مفعول. و ادغام میکنیم ری را حرکت ری دیمه میگیریم در ری یکم میدراریم یک ری میکنیم میشود محماررو. پس محماررو هم اسم فاعل است هم اسم مفعول. در تقدیر فرق میکند که محماری رو اسم فاعل، محماره رو اسم مفعول. و مثل محمررو محمری رو اسم فاعل، محمره رو اسم چی است؟ مفعول. اما در ظاهر اسم فاعل و مفعول شون یکه. این هم اسم فاعل و مفعولش چی است؟ یک هست. و یک باب دیگر باب دشوار هست، باب اقشعر. باب چی؟ اقشعر. این از این اسم فاعل چه خیلی میگیره؟ اقشعر. اولین کار میکنیم فک ادغام. میگیم که اصلش چیه؟ ببینید معذرت میکنم فعل مضارع برای ما در کار است. یقشعر رو یقشعر رو از یقشعر رو از فعل مضارع ما اسم چی بگیریم؟ اسم فاعل. مثلا میگیم که فک ادغام میکنیم یقشعری رو. اینجا دو طرح بود جداش کردیم. یقشعری رو. اکنون چیکار میکنیم؟ میخوایم اسم فاعل بگیریم، حرف مضارعت رو میگیریم در جاش چی میمونیم؟ میم مضمومه میشود مقشعری رو. این را تعمیم میتیم میشود مقشعریرون اسم فاعل. دیدید؟ اما ما در ری همجنس یک جا آمد میخوایم که ادغامش کنیم، حرکت ری یکم را در عین میتیم. ساکن این گرفته میشه و در عین حرکت میتیم و این ساکن میشه. ساکن که شد این ری را در ری ادغام میکنیم میشود هر دی ری یک تره میشود چی؟ مقشعرون اسم فاعل است. مقشعرون. دیدید؟ طریقه اسم فاعل گرفتن شد. اسم مفعول هم به مثل همین است، فقط در آخرش دو تا ری که بود، یکم ری کسره این عین ساکن، یکم ری کسره. برای اسم مفعول گرفتن فک ادغام میکنیم، ما قبل آخر رو فتح میکنیم، حرکتی را میگیریم میشود مقشعرون. میشود چی؟ مقشعرون. اما میبینیم در اینجا دو ری همجنس، دو ری جمع کشیدگی که هست، حرکت ری اول را ما قبل ری را میبینیم که چی ای؟ ساکنه. حرکت در پیش میتیم این ساکن میشه چی میشود؟ مقشعرون. و دو ری یکم ری ساکن دویم ری متحرک واجبه که ادغامش کنیم. پس میگیم چی؟ مقشعرون. دقت دادید؟ مقشعرون اسمی مفعولش. مقشعرون
کسره کنیم عین رو، این کسره گفتیم که ر یکم است، این فتح هم از ر یکم است، اما در این دادیمش. چرا دادیم؟ زیرا که این ساکن بود. در محمر رو نداده بودیم، یا در محمر رو ر را کسرش در قبل ندادیم، برای متحرک بود، متحرک بود، برای همین خاطر ندادیم. پس مقشعر اسم مفعول، مقشعر اسم چی می شود؟ اسم فاعل. مقشعر، مقشعران، مقشعرون، مقشعرة، مقشعرتان، مقشعرات، 6 صيغه اسم فاعل و اسم فاعل. مقشعر مشد اسم چی؟ مفعول. پس محمار، محماران، محمارون، محمارة، محمارتان، محمارات، 6 صيغه اسم فاعل اسم مفعول. گفتیم در تقدیر فرق میکند. محمرون همین طور 6 صيغه‌اش رو بگویید و در تقدیر فرق میکند. خب اکنون درس امروزمون با همین به آخر رسید. میگوید که و مجموع این دانسته شود و هر یک تا اینها اسم فاعل، اسم مفعول و چی نازکی دارد در آینده ها دانسته می شود ان شاء الله تعالی، اگر الله خواسته باشد که ما هم درس گفته بتونیم ان شاء الله براتون بیان بکنیم. اما صاحب کتاب این چیزها را بیان کرده است. با همین درس هشتم ما و شما فعل صحیح را تمام چیزهای گرفتن تمام چیزاش بیان کردیم. دقت دادید؟ فعل صحیح را ما گفتیم که از دیدگاه حرفی کلمه به 7 قسم تقسیم میشد. 7 قسم: صحیح و مثال و مضاعف و اجوف و ناقص و لفیف و لفیف مقرون و مفروق گفتگی بدیم یادتون باشد و باید یادتون باشد. پس انا همون 7 قسم را یک تا بیان میکنیم. حالا فقط از 7 قسم یک تاش را گرفتیم. اون چی است؟ صحیح. گفتیم ای 6 باب ثلاثی مجرد صحیح می آید. اکنون درس آینده ما و شما در مثال میگذاریم، در معتلات میبینیم که از کدام بابها، از بابهای ثلاثی مجرد از چند تاش اسم صحیح، اسم معتل می آید و چند تاش، یعنی مثال واوی یا کیایی از چند تاش میاد و نمیاد. درس آینده ان شاء الله بیان خواهیم کرد و جدی بودن صرف نحو از درس آینده شروع می شود که دیگر حذف و اعلال و کارهای شپاشپ نحو از درس آینده، شپاشپ صرف از درس آینده ان شاء الله شروع می شود. از این حساب بسیار متوجه باشید. تا امروز باید شما بسیار قوی باشید در فعل های صحیح. وقتی که فعل صحیح را درست صرف کرده بتونید، فعل های معتل را به آسانی میتونید که یاد بگیرید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.